میدونی خشم بقا یعنی چی؟ یعنی بالاترین سطح خشم و نفرت. یه مکانیزم باستانی برای بقاست. میدونی کی به وجود میاد؟ وقتی که دشمن به قبیلت یا وطنت حمله میکنه، به زنان و بچه ها تجاوز میکنه، کشتار وحشیانه به راه میندازه و به اجساد کشته شدگان اهانت میکنه و تو زنده میمونی و اینا رو تماشا میکنی. قشر پیش پیشانی مغز از کار میفته، آمیگدالا غیر فعال میشه، ترس، وجدان، احساسات به طور کامل از بین میره، حتی درد کمتر میشه. مغز کورتیزول، آدرنالین و نورادرنالین ترشح میکنه، یعنی تک تک سلولای بدنت برای جنگیدن آماده میشه. تک تک سلولای بدنت. تو روانشناسی به این حالت میگن خشم شریف، میگن خطرناک ولی قابل فهم. حتی روانشناسا هم سعی ندارن جلوشو بگیرن. اون تیری که به قلب بچه های ما زدین به قلب مام خورد، ولی ما زنده موندیم. انتقام میگیریم.